نخستین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات دست ساخت دانشجویان انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار امروز در ریاست تربیه معلمی این ولایت برگزار شد. در کنار همه اختراعات و ابتکارات، این تانک جنگی با تلاش‌های شبانه روزی یک جوان در یک ماه ساخته شده که دارای 12 میل، قابلیت حرکت، شلیک کردن، مجهز با دوربین، کنترل از راه دور و توانایی تشخیص دشمن را دارد. سازنده این تانک جنگی میگوید که در میان 34 ولایت مقام نخست را از آن خود کرده است. یک الارم میت اگر کسی از شناخته یعنی از خود بود میفهمه که تانک از ما چی میخواه که نزدیک نشو. اگر مخالف باشه نمیفهمه، الارم دوم میت در سوم خود تانک منفجر میشه، شخصی که در پالویش از جمع همه گیر از بین میبره و هیچ چیزی از تانک باقی نمیمونه که به دسترس دشمن بغل. ما یک کشتی ساختیم که هم کشتی نجات گفته میتونیم و هم کشتی ساحل در داخل ساحل چکری گفته میتونیم که میتونه 1 کیلو حتی از 1 کیلو بیشتر وزن در داخلش ببریم و فعلا در داخل آب قرار بدیم. میتونه که بگرده به طور اتومات، هم میتونه پیش بره و هم میتونه پس دوباره لیورس بده. در همین حال مسئولان در آمریت انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار میگویند که پروژه های را نیز روی دست دارند و در آینده های نزدیک به نمایش خواهند گذاشت. آنان از مسئولان حکومت سرپرست میخواهند که در زمینه ساخت و فراهم کردن مواد اختراعات و ابتکاراتشان با آنها همکاری کند. تقاضای ما این است که ما را حمایت کنند، یعنی تقاضای کلی و 100% ازشان میکنه که ما را در قسمت بخش مالی و بخش بعضی از وسایل نظامی که بر ما به کار میاد ما را حمایت کنند. مسئولان در آمریت انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار همچنان میگویند که این انستیتوت دارای اداره مشخص و مجهز بود، اما با روی کار آمدن حکومت سرپرست به یک مدرسه مبدل شده است و آنان در ساختمان تربیه معلم تخار برای دانشجویان در حال تدریسند. آنها از حکومت میخواهند که ساختمان آمریت انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تخار را دوباره در اختیارشان قرار دهد. این مدرسه را برای یک جای درست که شایانی از او است در اوجا انتقال بده، چرا که ما اینجا کمپلکس های مختلف داریم که در بخش ورکشاپ های مختلفی موتر کار میکرد و اگر برای ما تشویق شود برای انستیتوت ما که این کمپلکس بعد دسترس ما قرار بگیره، ما بتانیم توسط از او شاپ های مختلفی در بخش کار عملی است در انستیتوت قبلا فعال بود او را دوباره فعال بکنیم. این در حال است که در ماه اقرب امسال نمایشگاه اختراعات و ابتکارات دانش آموزان انستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی به سطح کشور در کابل برگزار شده بود.